همدیاران عزیز، ما امروز به نزد شما ساکنان شرفمند دیهات پوشینگ ناحیه دنگره آمدیم که با نتیجه های زحمت سازنده و دستاورد و کامیابی هایتان در جاده دستگیری کردن و عملی نمودن دستور و سپارش های رهبر دولت به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از نزدیک شناس شویم. دیهات پوشینگ از جمله یکی از موضع‌های بسیار باستانی تاجیکستان می‌باشد. در اثر تاجیکان باباجان غفورов این موضع به صفت یک گوشه قدیمی کشورمان در دوره‌های گوناگون تاریخی بارها ذکر شده است. سال 1954 پوشینگ از جانب باستانشناسان مورد حفریات قرار گرفته. بعد تحقیقات علمی از داخل گهواره سنگ‌های دیه با مقدار زیاد تنگه‌های طلایی منسوب به زمان کوشانیان با عکس شاه یافته شده است. این و بسیار دلیل‌های دیگر گواهی می‌دهند که پوشینگ از قبیل دیه‌های قدیم‌ترین آسیای میانه به حساب رفته. در زمان‌های کهن تاریخی همچنین با نام خوشنگ نیز یادآوری شده است. در نتیجه حفریات باستانشناسی از حدود دیه آتشدان‌های آهنگودازی آثار 3 قبط تاریخی روزگار ساکنان آن آشکار شدند، ولی آنها تا به حال مورد آموزش همه‌جانبه قرار نگرفتند. در حدود دیه پوشین 3 قلعه وجود داشته است که بر اثر هجوم‌های اجنبیان خراب گردیده است. در دیه آتشدان‌های آهنگودازی شبکه‌های مخصوص آبیاری و خط آبی آشامیدنی فعالیت می‌کردند که نشانه‌های آنها تا به امروز باقی مانده‌اند. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که در بین ساکنان پوشینگ غیر از کشاورزی و چارواداری اینچنین هنرهای کلاهگری، آهنگودازی و کاسبی نیز رواج داشتند. پوشینگ همچنین یکی از مرکزهای علم و فرهنگ و هنرمندی منطقه به شمار می رفته است. ساکنان آن امروز نیز آموزش و پاس داشتن میراث و عنعنه‌های علمی و ادبی و فرهنگی گذشتگان نیکنام خود را ادامه نیک می بخشند. وابسته به این وزارت فرهنگ، اکادمی علم‌ها و کمیته رشد سیاحی را ضرور است که دایر به آموزش موضوعهای تاریخی این گوشه دیارمان کارهای تحقیقاتی را برآورده برای جلب سیاحان به این مکان مواد تبلیغاتی و معرفی کننده هنر و فرهنگ ساکنان آن را تهیه و انتشار نمایند. حاضرین گرامی، دیهات پوشینگ سال 1932 تأسیس یافته. حالا از 8 دیه پوشینگ، پرکمچی، قیجاوک، علیجان، ماهپاره، دلنشین، شرشر، آلوچه‌دره عبارت می باشد و در حدود آن قریب 15,000 نفر اهالی کار و زندگی دارند. در زمان صاحب استقلالی کشور بخصوص سالهای آخر در نتیجه توجه خاصه حکومت مملکت و زحمت صادقانه ساکنان زحمت پیشه آن، سیمای ظاهری دیه‌های پوشینگ کلاً دگرگون شده ایستاده است. در این مدت توسط سفربر نمودن ذخیره و امکانیت‌های خودی قریب در همه دیه‌ها مؤسسه‌های اجتماعی از جمله مکتب‌ها، کارخانه‌های 3 سالی، مرکزهای خدمت رسانی، فیلیال بانک‌ها، راه‌ها و دیگر انفراستراکچور ضروری، اینچنین باغ‌های درختان میوه دهنده و انگورزارها بنیاد گردیدند. امروزها به استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در سراسر مملکتمان کارهای سازندگی و آبادانی با سرعت جریان داشته. در این روند
مقام اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دنگره نیز یکجا با صاحبکاران وطن دوست دهات پوشین در این گوشه زیبا منظر کشورمان موافق نقشه بنیاد و تعمیر و از نوسازی بیش از 300 انشاءات تعیینات گوناگون را آغاز کرده علاقه ساختمانی زیاده از 60 انشاءات را به انجام رسانیدند. ساکنان دهات پوشین در نزد خود مقصد گذاشتند که دهه خوشمنظره‌شان را در ظرف 2 سال آینده با زحمت دست جمعانه به یک شهرک آباد و زیبای معاصر تبدیل دهند. بنابراین حالا با همت صاحبکاران با ننگ و ناموس و فرزندان وطن دوست دهات و ناحیه بنیاد باز صدها انشاءات دیگر با سرعت ادامه دارند. قابل ذکر است که همه این نقشه‌های آبادانی با قوه خود مردم دهات و بدون جلب مبلغ‌های بودجتی عملی شده ایستادند. امروز ما در پوشین نمونه‌های زحمت وطن دوستانه ساکنان و صاحبکاران همت بلند دهه، مؤسسه نوی تأسیسات عمومی، تولدخانه و گلگشت زیبایی که در شفتیان بنیاد شده است و میدانچه معاصر ورزشی را به استفاده سپاریم. همچنین راه ماشینگرد دنگره پوشین به مسافه 18 کیلومتر به استفاده داده شد. این راه که زیاده از 40 سال این جانب بسیار خراب و ولنگار بود با دستور رهبر دولت از جانب شرکت راه تاجیک مطابق با استانداردهای بین المللی پورا از نوسازی گردید. ورزشگاه زمانوی که حالا ملاقات ما و شما در آن برگزار شده ایستاده است باز یک نمونه همت صاحبکاران و ساکنان دهه می باشد. علاوه بر این راه پوشین شرشر با درازی 3.5 کیلومتر از جانب صاحبکاران و اهالی سنفرش گردیده است و ماهای نزدیک منفرش کرده می شود. در برابر این کوچه‌های مرکزی و راه‌های داخلی دهه پوشین با مسافه زیاده از 16 کیلومتر منفرش و چراغان گردیده در اطراف آنها هزاران بیخ درختان آرایشی و سایه‌افکن شناخته شده‌اند. اکثر انشاءات تعیینات اجتماعی و خدمت‌رسانی در این دهات دوردست ناحیه دنگره بنیاد شده گواهی روشنی در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، آباد گردیدن یک گوشه وطنمان، با شغل تامین نمودن ساکنان و دست جمعانه عملی کردن دستور و سپارش‌های رهبر دولت با پیشواز 30 سالگی استقلالیت دولتی کشوری محبوبمان می باشد. چنانکه ذکر گردید در مرکز دهه پوشین مکتب حاضر زمان برای 1520 نفر خواننده با 30 صنفخانه برهوا، مجلسگاه و تالار و میدانچه ورزشی قامت افراخته است که در آن برای تعلیم و تربیت فرزندان ساکنان دهه شرایط و امکانیت‌های بهترین فراهم آورده شدند. همچنین از جانب صاحبکاران سخاوتمند دهه برای بهسازی سطح خدمت‌رسانی طبی با همدهگان خود پیشگیری کردن بیماری‌ها و کاهش دادن سطح فقط مادر و کودک مرکز سلامتی از نوسازی گردیده در شفت آن تولدخانه معاصر مجهز با تمام تجهیزات ضروری ساخته شده است. با اقدام دست جمعانه ساکنان صاحبکاران در دهه اینچنین حوض کلان ذخیره آب برای پرورش ماهی و احتیاجات کشاورزی که در مجموع 6 گیکتار را تشکیل داده امکان تا 400 گیکتار آبیاری کردن را دارد در دام 1 سال از نوسازی شده در آن برای 10 نفر جای کار دائمی مهیا گردیده است. با در نظر داشت که ساکنان دهه بیش از 30 سال این جانب از نارسایی آب تنقیسی می‌کشیدند، با دستگیری و مبلغ زاری صاحبکاران محلی در دهه 5 چاه عمودی
و 2 آب انبار بنیاد شده است که یکی از آنها برای نگهداری آب آشامیدنی و دیگری همچون حوض ماهی پروری و آبیاری زمین‌های کشاورزی و باغ‌های دیهه استفاده کرده میشد. بسیار کار خیر ثواب از یاد دین مبین اسلام هم آب دادن، آب به یک دیهه دوردست که از آب تنقیسی میکشیدن، چاک کافته آب برآوردن، حتی به حیوانات آب تامین کردن، یکی از کارهای ثواب بزرگ به شمار می رود. در دیهه‌ای که آب نبود، آب انبار را برقرار کرده برای 400 هکتار زمین را آبیاری کردن، این هم بسیار بسیار کار مهم است. خود ما شما موسفیدان، دهقانان، پدران، مادران ما شما همین دیه نخست در یاد دارند که از همین سالهای پیش حتی در اینجا پختکاری هم میکردند، سبزوادکاری هم بود. میتواند از این مردم دیه پوره با کار پرورش سبزوادکاری، کارتاشکا پروری مشغول شوند. جای کاری مهیا میگردد با مقصد در تمام فصلهای سال با آب آشامیدنی تامین کردن اهالی از کانال اساسی به مسافه 7.5 کیلومتر خط آب آشامیدنی کشیده شده. آب انبار برای 500 متر مکعب بنیاد گردیده است. آبیاری 500 هکتار زمین للمی دیه پرورش درختان میوه دهنده برا مانده. برای مین بعد به طلب نگاه داشتن میوه سبزوات سرخانه با گنجایش 100 تانه محصولات بنیاد کرده شده است. روند کارهای آبادانی در دیگر دیهات پوشینگ از جمله دلنشین، غیجاوک، پرکنچی، علی جان، آفتاب رویه، شرشر، آلوچه دره و گل زندان نیز با مرام ادامه داشته. از جانب صاحبکاران و شخصان احسانکار مکتب و منگاه‌های طبی و خطهای آب انشاکی ساخته شدند. در دهه پرکنچی با اقدام صاحبکاران مکتب و تولدخانه معاصر بنیاد شده. راه‌های بین دیه و خطهای انتقال نیروی برق از نوسازی گردیدند. در دیه غیجاوک 1.5 کیلومتر راه داخلی منفرش و میدانچه ورزشی ساخته به استفاده داده شده است. حالا در این دیه از حساب صاحبکاران ساختمان بنای 5 آشیانه مرکز سلامتی، استراحتگاه و دیگر انشاءات خدمت رسانی ادامه دارد. در دیه‌های دینشین و ماهپاره از حساب صاحبکاران بنیاد مکتب‌های 2 آشیانه برای 480 جای نشست در عرفه انجامیابی قرار داشته. در دهه علیجان کوچه‌های مرکز دیه با مسافه قریب 5 کیلومتر اسفالت پوش گردیده است و ساختمان حمام و مرکز خدمت رسانی ادامه دارد. حالا کارهای ساختمان در انشاءات باقی مانده متشکلانه و با عزم و تلاش وطن دوستانه مردم ادامه دارند و امید است که تا تجدید جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی همه نقشه‌های سازنده ساکنان ناحیه دنگره پورا عملی می‌گردد. باید گفت که با انجام یافتن بنیاد همه انشاءات با اقدام صاحبکاران سخاوت پیشه آغاز گردیده، مشکلات اجتماعی اهالی خیلی آسان گردیده. برای زندگی و فعالیت ساکنان دیهات شرایط خیلی مساعد فراهم آورده می شود. در برابر این خاطر نشان می سازم که دیهات پوشینگ برای پرورش انگور بخصوص نوهای کشمش و طائفی و دیگر میوه‌های صادراتی اینچنین سبزوادکاری از جمله پیاز و کارتاشکا امکانیت‌های بهترین دارد. اطمینان دارم که کشاورزان صاحب تجربه دیهات با استفاده از تل و تپه‌ها باغ‌های نو بنیاد کرده در تامین نمودن فراوانی بازار داخلی و صادراتی محصولات سهمی ارزشمند می‌گذارند. دوستان عزیز، وقتی که من در ناحیه دنگره با حیث اینستروکتور حزبی شده کار می‌کردم، در یکی از سفرها کوراتور ساحه کشاورزی بودم. در همین جماعت در پایان حوضی که بنیاد گشته است تل و تپه از اینجا میتابد. اولین
زمینایی که انگور شنانده بودند حالا بسیم برداشته نشده بود. ما در یک بوته انگور یک خوشه انگور نشان دادن. وقتی ما بریده برده در نایه در بالای ترازو ماندیم 12 کیلوگرم وزن داشت. بهترین جماعت دیهات پوشین غیجاوک، علی جان، خودی پوشین بهترین نوهای انگور صادراتی طایفی و کشمیش پرورش می آورد. از این باد و هوا و از این آب و خاک سرحاصل ثمرناک ما شما باید استفاده بریم. مانا بینین هزارها گیکتر گیرتان تقسیمات کردن در کار، لیکن از نو سازی کنید. میوه های ما باید استحصال کنیم که با همین طبیعت مطابق است و به صادرات روانه گردیده باشد. زندگی ما شما خوبتر می شود. با امید هیچ کسی دیگر شدن در کار نیست. کارهایی که امروز شما در یک جایگی به انجام رساندین در 75 سال زمان شوروی 10% این کارها انجام رسیده شدگی نبود. یعنی دست جمعانه در دنیا کار نمیشدگی نیست. ما برای خودمان میکنیم. دیه از آن کی است؟ در اینجا کی زندگی میکند؟ مای شما، بعدی سری مای شما، فرزندان مای شما، نبیره و ابیرگان مای شما، ادامه دهندگان نسل های مای شما زندگی میکند. یعنی آیسته آیسته آباد میشود. این تاثیر میکند با سطح درجه معرفتناکی مردم، نورسان، جوانان. این بسیار مهم است. بنیایت مهم است. حاضرین محترم، خواجگی دیخانی حاجی لیلا یکی از خواجگی های پیشقدم دیهات پوشین بوده. طی سالهای آخر با زحمت اعلانه اعضای آن میدان زیادی زمینای بایرن زمینای بیکار خوابیده برقرار کرده شده است که با بهداشت روزگار ساکنان و فراوانی بازار استعمالی نایه مساعدت کرده ایستاده است. در زمینهای خواجگی که 30 گکتر را تشکیل می‌دهند 12 گرمخانه بنیاد کرده شده است که در آنها تمام سال لیمو، زراعت‌های پالزی و دیگر سبزوات پرورش کرده می‌شوند و 30 نفر ساکنان دیه با جای کار دائمی تامین می‌باشد. 30 عائله با سطح زندگی خوب تامین می‌گردد. این کاری ثواب نیست؟ اینچنین در مساحت 2 گکتر پرورش 3 نوع انگور برآمده شده است و در میدان بیش از 5 گکتر کارتوشکا و 25 گکتر درختان میوه دهنده شناخته شدند که الکی با حاصل درآمدند. برای بی‌طلب نگاه داشتن حاصل باغ‌ها سردخانه با گنجایش 400 تن محصولات ساخته شده است. اعضای خواجگی دیخانی مذکور از حساب درآمد خود به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در دهه آلوچه‌دره بنگاه طبی زمانوی ساخته و استفاده دادند. در انشاءات ذکر شده حدود دیهات پوشین در مجموع 110 جای نوی کاری مهیا شده است که البته باعث تحسین می باشد. یعنی همه انشاءات هایی که بنیاد شده است علاوه 110 عائله صاحب کار این بهترین کاری ثواب است و سیمای دیه بین‌المللی زیبا شده است. در ارتباط با کارهای آبادی و سازنده‌ای که ذکر کردم با خرد و بزرگ ساکنان دیه پوشین همه فرزندان با ننگ و ناموس و صاحبکاران همت بلند برای اقدام و تشبس‌های وطن پرستانه اشان در جاده آبادانی این گوشه دیارمان سپاس به پایان اظهار می نمایم. احسن به شما برای تشبس‌های نجیب و زحمت وطن دوستانه. احسن.
با قناعتمندی و اطمینان کامل ابراز می‌دارم که مردم دهات پوشین در جاده زحمت سازنده به خاطر تجلیل جشن مبارک و مقدس ملی امان در مملکت نمونه عبرت دیگران خواهد بود. بهترین پگاه ما جمع آمد داریم در نایه فعالان ولایت در بسیار شهر نایه نه که در دهات 10% چنین کارهای سازندگی نیست. ما پرسان میشویم هزار یک بهانه میجویند ذوق ندارند. ذوق حسی بلندی ملی در کار حسی بلندی وطن دوستی و وطن پرستی در کار. وطن ما شما غیر ما شما دیگر کسی آمده وطن ما را آباد نمی کند. برای ما شما راه و کوچه و مکتب و ساحه تندرستی بنیاد نمی کند نمی سازد. خودی ما زحمت کشیده آباد کردن مانده کن. خودمان وطنمان با دستان خودمان با اوله کفی دستی خودمان بنیاد کرده مانده زحمت کشیده آباد کردن مانده. هر یک نفره که به کوچه های دهات پوشین بگذارید باوریتان نمی‌آید. چی شب چی روز و مرکز سلامتی تولدخانه 350-400 تا تولد می‌شود از ده هر سال 400 عائله سرسان و سرگردان 20-25 کیلومتر مرکز نایه. امروز مادران اذیت نمی‌کشد. اهل عائله خراجات کمتر می‌شود. سرسان و سرگردان نمی‌گردند. چقدر کار ثواب است. اگر کمک کنی یک نفر را یک مراتب ثواب باشد. صاحبکاران آنهای سخاوت پیشه مردمی که در این کارهای آبادانی حصه گذاشتند یک عمره جاویدانه به آنها ثوابش میرسد. هر کسی میره 1000 بار رحمت میگیرد. جوانان ما نورسان ما از این میآموزند یاد میگیرند کاری پدران و بابای خودشونه. آنها کلانسال شدند تحصیل میکنند کسب میآموزند علم میآموزند باز دهات خود را وطن خود را زادگاه خود را باز هم حصه گذاری میکنند آباد و زیبا میگردانند. همچنین با اطمینان ابراز می‌دارم که در ماه شریف رمضان صاحبکاران و تاجران و شخصان احسانکار دهات پوشین در برابر اجرای کارهای آبادانی و سازندگی اینچنین با عملهای خیر ثوابی خویش کمک و دستگیری خود را از یتیمان و معیوبان بیماران و کمبیزایتان و احتیاجمندان دریغ نمی‌دارند. باور دارم که ساکنان میمان نواز و زحمت پیشه ناحیه دنگره از جمله دهات پوشین در برابر مردم شرفمند مملکت منبت نیست. برای در سطح بلند و با احساس گرمی وطن دوستی و وطن پروری استقبال گرفتن جشن مبارک و مقدس 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور عزیزمان تاجیکستان زحمت کشیده نایه و دهات خود را باز هم آباد و پیشرفته می‌گردانند. مردم شرفمند نایه دنگره و دهات پوشین سالهای آخر با رویه بلند ملی و با زحمت صافدلانه‌شان اثبات کرده ایستادند که می‌توانند با عملهای نیک آبادگرانه‌شان برای فرزندان خود یک ملک آباد و پیشرفته را به میراث گذارند. در این راه پرشرف آبادکاری با همه شما برای کامیابی می‌خواهم. همیشه سعادتمند و سرفراز باشید همدیاران عزیز.
باشید. طبیعت خود جماعت اومد دیهایی که هست بسیار موضعی برای عموما ساهای چارواداری باغپروری تمام نمودی میوه میشود و مردمش هم زحمتکش است. فقط کار کردن مانده کار کوشش کنیم که هر یک عائله ثبت و صفت زندگیش خوبتر و بهتر کند. هرچی هنری که دارید عملی کنید. جای شرم نیست. هنر ندارید آموزید، یاد گیرید، کسب آموزی کنید. دیه را باز هم آباد زیبا کردن در کار. فرزندا را تربیه کنیم در روی بلندی حسی وطن دوستی و وطن پرستی. علم آموزی، دانش آموزانیم، کسب و هنرهای زمانوی از خود کنند. من از همین فرصت استفاده برده و تمام آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی جماعت دیهات پوشنگ مینداری بیان میکنند. در یک مؤسسه قریب 95% ختم کنندگان به دانشگاه‌های عالی مملکت داخل شدند. اصلا من این نتیجه کار زحمت آموزگاران است، زحمت پدر و مادران، والدین هم نیز است. این بسیار نشان دهنده بلند. یک جا تشکر میگویم برای پیشوازگیری صمیمیتان. سلامت باشید، خوشبخت باشید، آباد باشید. خب مرحمت، من در خدمت شما. من سابقه‌دار مهنت مرادوف عبدالخیر. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. با سالهای دراز انتظاری میکشیم که با شما واخریم. امروز آرزوی ما جامعه عمل پوشید. محترم جناب عالی، وقتی که شما در دوران شوروی در خواجگی بنام لیل به حیث راهبر خواجگی کار میکردید، من در سوخوز بنام زرجینسکی به حیث کارگر کار میکردم. آرزو میکردیم که تو در خانمان یک ماشین سنگ بریم، لیکن علاج نداشتیم. این بزرگی استقلالیت است که ما به این حضور رسیدیم. محترم جناب عالی، در ادامه 2-3 سال از جانب جوانمردان دیهه پوشنگ بسیار کارها به انجام رسانیده شد. شکلی که شما در برآمدتان گفتین راه مرکز ناحیه تا دیهه پوشنگ در مسافه 18 کیلومتر راه اسفالت پوش کرده شد. راه غرغره پوشنگ 4 کیلومتر اسفالت پوش کرده شد. راههای داخلی خواجگی که با مسافه 24 کیلومتر سنگ فرش کرده 16 کیلومتر اسفالت پوش کرده شد. راه شرشر پوشید 4 کیلومتر سنگفر کرده شد. در روزهای نزدیک اسفالت کرده میشود. من نگفته نماند که در دیهه ماپورا و دلنشین هم در روزهای نزدیک اسفالت پوش کرده می شود. محترم جناب عالی، در دوام 2-3 سال اخیر در دیهه ما بسیار آبادانی کرده شده است. مثلا مکتب تحصیلات همگانی برای 1530 نفر خوانندگان در 2 بس، باغچه، تالار ورزشی، تولدخانه، مغازه‌های خوراکواری، دکان درزدوزی، نانبایخانه، دکان سرتراشی و غیره ها. چیزی که شما در برآمدتان قید کردید، در دیهه پوشنگ 6 هکتار حوض ماهی پروری به استفاده داده شد. در میدان 2.5 هکتار زمین استادیوم تشکیل کرده شد. این همه از حساب جوانمردان دیهه پوشنگ شده است. محترم جناب عالی، من شما را باور میکنم که تا وقت جان در بدن دارم همراه جوانان برای تاجیکستان عزیزم خدمت رسانم. رحمت به دقتتون. حسن. السلام علیکم محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. من سابقه‌دار مهنت، ساکنی دیهه پوشنگ، صدردین و خلدانه می باشم. محترم جناب عالی،
امروز با آمدن شما دهه ما گل شکفت. ما امروز به حد منت داریم از آن رو که ما سالهای زیاد انتظار دیدار شما بودیم. محترم پیشوای ملت، ما زنان و مادران 27 سال باز انتظار بودیم که امروز به دیدار شما برسیم. خداوند ما را به دیدار شما رسانید. محترم جناب عالی، من از نام خودم و از نام کل زنای دهه پوشین شما را خوش آمدین گفته قدم شما نور دیده ما مادران است. محترم جناب عالی، ما سالهای زیاده بود که برای یک تولدخانه عذاب میکشیدیم. این هم باشد مهربانی پدرانه شما ما به این روز رسیدیم. جناب عالی، ما سالهای طولانی بود که 18 کیلومتر راه را طی میکردیم، بعد به ناحیه دنگره میرسیدیم. در وقتی که مادر در او حالت بود با او 18 کیلومتر 100 کیلومتر میتافت. جناب عالی، این دلسوزی، این مهر پدرانه که شما نسبت به مادران و زنان دهه پوشین کردید ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم. برای که ما در او وقت تا اتوبوس آمدن در اینجا او زن 8 روز خواب میکردن. او انتظار بود که قشلاق زن میآید یا خش تباره میآید. جناب عالی، خرسندی ما مادر حد و کنار نداره. ما خوشبختانه امروز از شما پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت جناب عالی ندارگی به پایان خود را بیان کرده. ما مادران به شما جناب عالی سر تعظیم فرود میاریم. خوش آمدی یک بار دیگر جناب عالی. رحمت و چند فرزند داره؟ 7 فرزند. خوشبختانه 4 تاش معلومات عالی دارد و 3 تاش تکنیکوم. اویلادار شدن؟ 2 تاش ماندگی است. شکرانه شما، شکرانه صلح و وحدت، شکرانه عثمان صاف که خیلی بهبودی ها شده. زندگی چه خیلی است؟ شکرانه خدا یگان کمبودی نداریم. عثمان صاف مای دنیا تینج و امانی برای ما مادرای فخر ملت های. سلامت باشید. افتخار تاجداران از صفای دولت است. دولت ما پایدار است، پایتخت وحدت است. هرچی ما در دست داریم و مشرف گشتیم، از وجود سرور ما پیشوای ملت است. من نبی و سعادت سال 2014 دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کردم و از سال 2016 تا حال در دانشگاه دولتی دنگره به حیث مخبر خبرنگار رادیوی امر وقت ناحیه دنگره در ادای خدمت هستم. محترم جناب عالی، پوشیده نیست که امروز فداکاری ها و اصالت شما در عمق وجود همگان محبت خاصه را احیا کرده است. البته این همه بیانگر غمخواری های پی در پی شما نسبت خلق و ملت می باشد. من نیز یکی از آنهایی هستم که مرحمت شما نصیبم گشته و طبق کوتای پرزیدنتی صاحب معلومات عالی گشتم و از شما جناب عالی تا به آن روزی که چشم کشاده دارم تا به آسمان ها منت دارم و وعده می دهم که تا به روز توان داشتنم در خدمت وطن محبوبم باشم. ما آموزگاران جوان دوران استقلال برای چنین یک تحفه ارزشمندی که امروز با تشبث شما در معرفت را برای ما و فرزندانمان کشاد سپاسگزاریم. میخواستم وصف پرشان و شکوه شما را با شعر تازه ایجاد استاد دانشگاه دولتی دنگره امام علی عبدیوف که هر مصرعش تمنیات مشرفات شماست پیشکش سازم. اعتبار و احترام و اعتنای کشورم میبینم اندر لقا و در نهاد رهبرم.
آرزوی آسمان صاف و خورشید فزون، ماهتاب نورافشان است قلب سرورم. عهد چون فرزند صادق دادش از صدق بود، لال باشم گر وفا نبود با خون و سرم. اتحادی را که بین ملتش ایجاد کرد عشق بود، عشق بود والله به دیگر راه ناید باورم. رهنمایی یافت ملت از هدایت هایشان، امنیت را داده استحکام تا پشت درم. حامی صلح است کنون تاجیک در روی زمین، مرحبا مرحبا با پیشوای خلق و میهم پرورم. آرزو دارم که از حق عمر جاویدش رسد، نامبرداری وطن باشد خدایا اسکرم. جان تشکر، جان تشکر، سلامت باش. خب مکتب ختم کردی، حاضر کار میکنی؟ بله. اویله‌دار شدی؟ سال 2014 اویله‌دار شدم، حالا باشد صاحب 2 فرزند هستم. خواند علم آموزید. خب شرایط مهیا است، یگان مشکلی نیست برای تحصیل کردن، علم آموختن. ملت چقدر باسواد باشد، دولت هم اونقدر رشد میکند، ترقی میکند، سطح زندگی مردم هم خوب و بهتر میشه. حسن، آفرین، موفقیت شما بود. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، اولا قدمی پرفیض و مبارک شما را به دهه خوشمنظره پوشینگ که با دستگیری به واسطه شما در کوتاه‌ترین فرصت سیمای خود را به کلی دیگر کرده است خیر مقدم میگویم. مهربانی نصرالدین، آموزگار مؤسسه تحصیلات عمومی میانه رقم 5، ما چراغ علم و عرفان را فروزان میکنیم، برخ دانش را به هر سو شعله افشان میکنیم، در نهاد نوجوانان میکنیم احیای نور، هر جوان را قلب پر از نوری تابان میکنیم. پیروی از پیشوا در مهنت و صدق و وفا، خدمت خلق و وطن را از دل و جان میکنیم. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، این پارچه شعر است از اشعار شاعره و برای من همچون یک جوانی صاحب وطن و چون یک آموزگاری جوان زاده و ختم کرده همین دیار، مضمونا وعده است نزد شما تردید نشونده. این همه گفته ها را نزدتان به لب آورده، بر خود اطمینان دادنی و شما را باور کناندنیم که هر یکی از این گفته های فوق را به جا می آوریم و در مطابقت به همه حکمت هایتان و پیروی از اقدام و سیاست پیش گرفته‌تان به خلق و وطن خویشتن جان نثاری می نماییم. ما جوانان همگی محبت خلق و وطن و صداقت شما را نسبت ملت درک کرده ایم. دائما با شماییم و تمنای آن را میکنیم تا سایبان سر ما و آیندگان ما باشد. خوش آمدید، قدم هایتان بردیده. سلامت باشید. کی ختم کردی دانشگاه را؟ غایبانه میخونم در دانشگاه دولتی دنقره. دنقره، بله. دکتر جان، اینقدر احساسات قطعی سخن کردی، راست بگویم اگر سنگ باشد آب می شود. زندگی خوب بینین، عمر با برکت بینین.
من آنچه که دیدم در یک وقتی کوتاه دیدم، لیکن همه نوارها در دست من است. همین نقشه ها را ما در یک جایگی با اسدالله رحمان نقشه گیری کردیم و پای این قدر سال یک وقت ساختمان و بنیادش ادامه کرد و ادامه می‌یابد. باز انشاءات دیگر صدها مراتب آمده بودم. چنین دهه آباد و زیبا، حاضر زمان، پرچم، نشان، چنین مؤسسه زمانوی تعلیمی، مرکز سلامتی، تولدخانه، خوابکاشانه حسن در جمهوری کم نظیر است. مبارک شود، مبارک شود. یک جا تشکر. سلامت باشید، خوشبخت باشید. خدای متعال هرچی آرزوی آمالی که در دل نیت و قلبتان است همان را نصیبتان گرداند. سلامت باشید، خوشبخت باشید، آباد باشید.